مهمترین آدم دنیا کیه؟ یه سوال ازتون میپرسم، یه ذره شاید طرف بشه. مهمترین آدم دنیا چه وضعیتی داره زندگی میکنه؟ نه، وضعیتی که الان توشی. در خونت رو باز میکنی میری تو چی میبینی؟ شب میشینی سر سفره چی داری میخوری؟ صبح که میخوای بیای بیرون چه لباسی تنید میکنی؟ سوار چه ماشینی میشی؟ چه مسافرتی میری؟ چه تفریح؟ جنس تفریح چیه؟ جنس زندگی چیه؟ مهمترین آدم دنیا رو تو چه موقعیتی قرار دادی؟ و مهمترین آدم دنیا حقش چیه؟ تفاوت این دوتا چقدره؟ یه چیز لازمه تصمیم بگیری واقعا که مهمترین آدم دنیا رو به حقش برسونی. همین مهم اینه. آیا تصمیم گرفتی؟